السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان یک سوال داشتم. مثلا فرزندم سلامتیش خوب نیست، مثلا از جهتی اگر جدا بشه اون استیلی اخلاقی استین استالش داره. مثلا وقتی نماز خوندم مثلا از الله تعالی میگم مثلا شفاش زیاد مثلا گریه میکنم، مثلا مادر هستم همچنان که مثلا همین حالت گناهگار میشه. چرا گناهگار میشوید؟ گناهگار نمیشوید. مادر با دعا نه کردنش گناهگار نمیشود. ناشکری استفاده افتاده نه، بعد نماز دعا کردن معنای ناشکری رو نمیدید خواهر شبنم. ناشکری همین که چرا به من آمد، همین فرزند چرا این خیل شد، یعنی ناشکری معنایش معلوم است. اما دعا کردن نه، این خوری زاری هست. اما یجیب المضطر اذا دعا، میگوید پروردگار بجز، یعنی آنهایی که مضطر و بیچاره هستند بجز الله که آنها رو اجابت میکند. با این دعایتان ثواب میگیرید، اجر میگیرید و خداوند قادر است. یقین بکنید که پروردگار به شفای همه دردها قادر است. حضرت ایوب 18 سال بیمار بودند، بیماری که حتی مردم از دیه برآورده بیرون کردند که به ما هم میگذرد. با یک دعایی که انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین خداوند شفایشان داد. خداوند به همه چیز قادر است، این ناشکری نیست. الله شفا دهد به فرزندکتان و هر یک روز و هر یک دقیقه را خواهر شبنم با صبر گذرانید. به پروردگار زیاد شکر کنید که خدایا هر نعمتی که به من دادید شکر میکنم. و به الله قسم خواهرانی هستند که 20 سال فرزند ندیدند و میگن حتی بیمار باشد هم یک فرزندم باشد. برای همین زیاد تشکر کنید. هر وقتی که راضی شدید به قسمت الله و گفتید از این بدترش هم میشد ولی الحمدلله همین قدرش، بدانید که الله به شما هم آرامی میدهد و هم برای هر یک دقیقه شما ثواب میگیرید. مومن برای حتی یک خوری که خلیده میشود، برای هر غم و اندوهی که بالای سرش میآید، پیامبر چی میگن؟ اجر و ثواب میگیرد. شما در غرق اجر و ثواب هستید که میداند که شاید روز قیامت بعضی از مادرها بگویند که کاش من هم یک فرزند بیمار میداشتم و اینقدر ثواب زیاد میگرفتم. راضی شوید به قسمت الله، به تقدیر الله و زیاد به پروردگار تشکر کنید. وقتی که طلب سلامتی فرزند میکنیم همین گونه مثلا ناشکری نشد، مثلا تند و بگید طلب سلامتی ناشکری نیست خواهر، هیچ هم ناشکری نیست این چیز. خداوند قادر است. الله نگهبانتان، الله شفا دهد به بیماری شما، به تمام بیماران.